سلام بینندگان گرامی، امروز چهارشنبه 5 اوگوست ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرهای مهم فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاد هستم و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. شماره قربانیان بر اثر ترکش در شهر بیروت از 100 نفر گذشت. بر اثر ترکش های دهشتناک در شهر بیروت پایتخت لبنان 10 نفر کشته، هزارها نفر دیگر زخم برداشتند. حکومت اعلام کرده است که کشور با فاجعه روبرو شده است. حادثه 4 اوگوست در بندر بیروت به وقوع پیوسته 10 بنا را ویران کرد. پاره های شیشه های ماشین و خرابه ها چندین کیلومتر طول کشیدند. به قول شاهدان بیروت به منطقه جنگ شباهت دارد. وزیر تندرستی لبنان حمد حسن میگوید ترکش در انبارهای بندر لبنان حیات کمش 100 نفر را از بین برد، بیش از 4000 نفر را مجروح نمود. شفاخانه های بیروت سرشار از مجروحان بوده. تخمین می شود که شماره فوتیدگان افزایش می یابد. سروزیر لبنان حسن دیاب میگوید در انبارهای بندر لبنان 2750 تن نیروی مینرالی به ویژه نیترات امونیوم چند سال این جانب نگهداری می شد. همین مواد ترکیده است. یک عده کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اسرائیل و ممالک عرب به لبنان کمک‌های طبی و خیریه فرستادند. دیمیتری آزاروف رئیس ولایت سامارا در روسیه از عملکرد کارمندان راستگواردیا در مرز روسیه حمایت کرد. خبرگزاری تاس با تکیه به دفتر مطبوعات رئیس ولایت 4 اوگوست نوشته است با تلاش راستگواردیا تجمع مهاجران در منطقه مرزی تحت نظارت قرار داده شد و به بی‌ترتیبی‌ها راه داده نشده است. در خدمات مطبوعات راستگواردیا به شبکه رادیویی گاوریت مسکو گفتند که این حادثه روز 3 اوگوست روی داده بدون دخالت نیروهای راستگواردیا حل و فصل شد. این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی نوارهای از مناقشه مهاجران با نیروی راستگواردیا نشر شده است. به اطلاع خبرگزاری‌ها این مهاجران می‌خواهند به وطن برگردند ولی مرز قزاقستان به سبب کرونا ویروس بسته است. مهاجران در روی دشت خیمه ساخته دیر باز تلاش دارند که آنها را برای بازگشت به وطنشان اجازه دهند ولی قزاقستان مرزش را نمی‌گشاید و مردم می‌خواهند سد مرزبان‌ها را شکسته گذرند. زد و خوردهای مهاجران با مقامات حفظ حقوق و ویدیویش در شبکه اجتماعی چرخ می‌زند. روز دوشنبه روی داد و خیلی زود به دخالت نمایندگان راستگواردیا فرو نشانده شده است. ترکیه پروازهای منتظم را قسماً با قرقیزستان برقرار کرد. هواپیماهای شرکت ترکیه ایرلاینز هفته 2 مرتبه از استانبول به بشکک پرواز خواهند کرد. در این باره سفارت ترکیه در قرقیزستان اطلاع داد. موضوع برقرار کردن پروازهای مستقیم بین المللی میان تاجیکستان و ترکیه نیز در هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و رجب طیب اردوغان مطرح شده بود. تاجیکستان آمادگی خود را جهت برقرار کردن پروازهای منتظم با ترکیه حاضر است. از 20 مارس تا کنون پروازهای بین المللی به تاجیکستان بسته است. از روسیه هر هفته برای بازگردانی شهروندان تاجیکستان 14 پرواز چارتری برگزار می شود. آلبانیا شهروند 24 ساله تاجیکستان کامران ظهوروف را که به عضویت در گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش متهم می شود به مقامات آلمان تسلیم کرده است. دادستانی روز سه‌شنبه گفت این گروه قصد داشت به مؤسسه‌های نظامی آمریکا در آلمان حمله کند. دادگاه در تهران پایتخت آلبانیا ماه ایون امسال گفته بود ظهوروف را با سبب احتمال شکنجه قرار گرفتنش به روسیه و تاجیکستان نمی‌فرستد. 4 شهروند دیگری تاجیکستان در میانه‌های ماه اپریل امسال در آلمان بازداشت شده بودند و رهبر احتمالی آنها از ماه مارس سال 2019 به این طرف در بازداشت به سر میبرد. تفتیشات میگوید کامران ظهوروف و گمانبران دیگر در ماه ینور سال 2019 به صف داعش پیوسته نیت داشتند به تاجیکستان سفر کنند و با حکومت آن کشور مبارزه برند. کامران ظهوروف را ماه می امسال با درخواست آلمان در آلبانیا بازداشت کردند. وکیل دفاع ظهوروف اصلان دادجانی در دادگاه گفته است نفر زیر حمایت او اتهام تفتیشات آلمان را رد کرده است. دادجانی گفته است پیش از حبسش ظهوروف دوام 2 سال در آلمان زندگی میکرد و ماه فوریه امسال به آلبانیا برای دیدن خاله‌اش رفته است. وکیل دفاع جوان تاجیک گفته است او خود را اختیاراً به پلیس تسلیم کرد. مقامات آلمان روز 15 اپریل اعلام کردند که 5 شهروند تاجیکستان به گمان طرح‌ریزی و قصد حمله تروریستی در سرزمین رین شمالی فستیوالیا بازداشت کردند. یکی از این گمانبران 1 سال پیش بازداشت شده در زندان قرار داشت. و حالا یک خبری فرهنگی.
حکومت تاجیکستان رمز تجلیل 700 سالگی شاعر تاجیک کمال خوجنده را تصدیق نمود و از نمایندگان وسایط اخبار خواهش شده است از آن استفاده کنند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 5 آگوست با پخش این خبر گفته است رمز مذکور از جانب اکادمی مصور تاجیکستان، اتفاق رسامان و دانشکده صنعت تصویری و دیزاین آماده گردیده با اشتراک متخصصان اکادمی علوم تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. در نظر است در ماه اکتبر سال روان در کشور 700 سالگی شاعر جشن گرفته شود. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخباری آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی 3w.azadi.org مستقیم نشر می‌شود و ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید. عکس، نوار و یا خبری دارید توسط پیام رسانه‌های واتساپ، وایبر، تلگرام به ما فرستید. از همکاری با شما شادیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.